پارسال همین موقع‌ها یعنی فروردین 402 یه فیلمی دیدم به اسم هنگوور ساخته تاد فیلیپس. بعد از دیدنش ایده نوشتن یه داستان اومد سراغم. همون شبم نوشتمش تا همین 1-2 هفته پیش که دوباره خوندمش و یکم تغییرش دادم و چکشکاریش کردم. داستان کوتاه سرگیجه. اما برای اینکه بهتر بتونید با داستان ارتباط بگیرید یه چند تا پیش نیاز داره، یعنی بهتره که چند تا فیلمو دیده باشید. یکی همین هنگوور، یکی دیگه فروشنده اصغر فرهادی و آخریش هم اینسپشن کریستوفر نولان. اگه ندیدیدم اشکال نداره، من خلاصه داستان این فیلم ها رو انقدری که برای داستان نیازه میگم الان، حالا اگه دوست داشتید بعداً خودتون ببینیدش. هنگوور داستان یه پسریه که قبل از عروسیش با 2 تا از دوستاش و برادر زنش که جمع میشن 4 نفر میرن لاس وگاس برای آخرین سفر مجردی از این لوسبازی ها و خزعبلات. خلاصه شب مست میکنن و کات. صبح میبینیم تو هتل همه جا به هم ریخته است و اونا هم بیهوش هر کدوم طرف افتادن. اون پسره که عروسیش هم نیست، گم شده. اینا هم وقتی به هوش میان هیچی از دیشب یادشون نیست و میبینن که رفیقشون گم شده. همین که میرن دنبال اون پسره که پیداش کنن که کجاست و چی شده، کم کم متوجه میشن دیشب چه کارایی کردن. مثلا رفتن خونه مایک تایسون و ببرش رو آوردن تو حموم هتل. یکیشون تو شرط بندی دندونشو کشیده، اون یکی ازدواج کرده. خلاصه هرچی میرن جلوتر اوضاع وخیم‌تر میشه. دومین فیلم فروشنده اصغر فرهادیه که داستان یه زن و شوهریه که ترانه علی دوستی و شهاب حسینی بازی میکنن. اینا یه زوج تازه‌ای هن که تازگی‌های خونه اجاره کردن که از قضا قبل از اینا دست یه خانم تنفروش بوده. شهاب از خونه رفته بیرون، ترانه هم میخواد بره دوش بگیره که آیفون زنگ میخوره. اونم فکر میکنه شهاب درو باز میکنه و قبل از اینکه بیاد بالا میره همون. اما کسی که زنگ زده در واقع مشتری اون مستاجر قبلیه است. میاد بالا و فکر میکنه همون خانم قبلیه تو همومه. وقتی شهاب میرسه خونه میبینه ترانه سرش شکسته و یه دسته پول تو خونه است. اون آقا هم احتمالاً دیده اوضاع پس فرار کرده و سوئیچ ماشینشو که وانته جا گذاشته. خب به تب وانتش هم جلوی خونه جا گذاشته. دیگه کشمکش این وسط کاری نداریم تا اینکه شهاب بالاخره یه کشیده میزنه زیر گوش اون آقایی که الان فهمیدیم یه پیرمرده. این وسط هم ترانه فکر میکنه اون پولا رو که آقای گذاشته شهاب گذاشته رو میز. میره باهاش خرید میکنه و ماکارونی درست میکنه. در کل فیلم خیلی خوبیه. به نظرم اگه ندیدید حتما ببینید. آخرین فیلمم اینسپشن کریستوفر نولانه که به نظرم یه شاهکاره و مثل باقی فیلماش خیلی پیچیده است. توضیح دادنش هم واقعا سخته. اما اگه بخوام خیلی سربسته و کلی بگم، شخصیت اول فیلم که لئوناردو دیکاپریو بازی میکنه همراه با تیمش کارشون اینه که برن تو خواب دیگران و یه سری اطلاعات رو استخراج کنن. حالا این وسط یه تاجریه که یه رقیبی داره که تجارت این رو به سمت ورشکستگی برده. میاد به این آقای لئوناردو میگه که آقا ما یه رقیبی داریم که این چند وقت دیگه میمیره. بعد از مرگش هم احتمالاً پسرش میاد بیزینسش رو ادامه میده. اینا اگر همینجوری ادامه بدن من ورشکست شدم. حالا شما و تیمت بیا برو این پسره رو منصرف کن. برو تو خوابش نطفه یه کار جدید و بکار. دیکاپریو میگه که نه، این کار خیلی سخته. پروژه سنگینه. در یک صورت من میتونم فقط این کار رو انجام بدم. میگه چی؟ میگه یه کاری کنی که من بتونم برگردم امریکا. اونم میگه باشه، قبول میکنن و حالا ادامه ماجرا. حالا چرا نمیتونه برگرده امریکا؟ چون زنش که قبلا با هم کار میکردن این وسط گیر میکنه و نمیدونه خوابه یا بیدار. و از اونجایی که وقتی تو خوابن بمیرن از خواب بیدار میشن، این خودکشی میکنه برای اینکه از خواب بیدار شه ولی واقعا میمیره. حالا تو امریکا باور نمیکنن که این خودکشی کرده. شواهد و ظواهر یه جوریه که فکر میکنن لئوناردو کشتش. اینم نمیتونه ثابت کنه. اون توتم زنشو که فرفره بوده رو ور میداره و فرار میکنه. حالا توتم چیه؟ اینا وقتی از خواب بیدار میشن نیاز دارن که یه چیزی داشته باشن که بتونن بهش اعتماد کنن که بفهمن واقعیته، نه خواب. حالا هر کدوم یه شیئی دارن که ابعادش و وزنش و جنسش رو فقط خودشون میدونن، کسی دیگه حق نداره بهش دست بزنه. مثل یه تاسی، فرفره‌ای چیزی.
که وقتی بیدار میشن اونو لمس میکنن. اگر همه چیش اوکی باشه میفهمن که خب بیدارن. این فرفره هم خاصیتش اینه که وقتی تو خواب بچرخونتش تا ابد به چرخشش ادامه میده و اگر بیدار باشه وای میسته. به نظرم کل فلسفه فیلمم رو همین فرفره بنا شده. خلاصه فیلم خیلی پیچیده است. اگه ندیدید حتما ببینید. من اگه پلان به پلانم تعریفش بکنم باز هم ارزش دیدن داره. این از توضیحات فیلم ها. اما یه نکته‌ای بگم. خیلی وقت میخوام بگمش ولی فرصت دست نمیده. اونم این که بیشتر سوالایی که بعد از شنیدن یه داستان ازم پرسیده میشه اینه که واقعی بود یا نه. خب این سوال هرچی هنر انتزاعی تر میشه کمرنگ تر میشه. مثلا تو مواجهه با یه موسیقی صرف، موسیقی بی کلام، به عنوان انتزاعی ترین هنر کسی نمیپرسه واقعی بود یا نه، یا حداقل من نشنیدم. اگرم کسی بپرسه احتمالا میگم اول ترجمهش کن تا ببینیم واقعی یا نه. چون ترجمه نمیشه و در واقع معادل بیرونی و واقعی نداره، این سوالم بی‌معنیه. یا تو نقاشی هرچی سبک نقاشی از رئال فاصله میگیره، از واقع گرایی فاصله میگیره، باز این سوال کمرنگتر میشه. یا سوال تغییر میکنه به این که خب این چیه، مثلا آدمه الان. یا تو سینما برای خیلی وقتی داستان یه فیلم بر اساس واقعیت جذابتره. راستشو بخواید برای خودم هم خیلی مواقع این اتفاق میافته. اما وقتی ابزار ما کلمه است و در نهایت یک روایت و قصه و داستان چون نمود بیرونی و واقعی داره، این سوال خیلی پرسیده میشه. در کل نمیخوام بگم درسته یا غلطه یا نسخه‌ای بپیشم. فقط اینا رو گفتم که بگم یکی از کارکردهای هنر اینه که فرصت زیستن و توی یک جهان دیگه، موقعیت دیگه یا شخصیت دیگه برای ما فراهم میکنه. به قول ویرجینیا وولف، هنر نسخه دوم جهان واقع نیست که از آن نکبت همان یکی کافی است. حالا خیلی درگیر این که داستان بیس واقعی داره یا نه نباشیم. از فرصتی که دست داده استفاده کنیم، اون لحظات و اون دقایق و طور دیگه‌ای زندگی کنیم. خیلی مخلصم. صبح روز 8 اسفند، یعنی فردای روز تولدم، با سرگیجه و کوفتگی از خواب بیدار شدم. لخت و اور وسط پذیرایی افتاده بودم. از ترس سریع بلند شدم و ایستادم. همه چی به هم ریخته بود. پنجره ها باز بود و باد سردی پرده ها رو تکون میداد. خونه رو هم مثل یخچال کرده بود. اینو از پوست سفت شده و موهای سیخ شده بدنم فهمیدم، وگرنه که از درون داغ بودم و اصلا احساس سرما نمی‌کردم. دور و برم رو نگاه کردم. به طرز بی سابقه‌ای همه چی به هم ریخته بود. هرچی به مغزم فشار آوردم هیچی یادم نمی اومد. از لالوی بطریای خالی و پوست تخمه ها و زیر سیگاری چپه شده حولم رو پیدا کردم، به این امید که یه دوش بگیرم شاید چیزی یادم بیاد. برش که داشتم متوجه شدم خیسه. با خودم گفتم من کی دوش گرفتم؟ چرا هیچی یادم نمیاد؟ ترسیدم برم حموم. گفتم الان در حمومو که باز کنم احتمالاً به جای ببر مایک تایسون، علی زنده وکیلی و شیردل رو با هم بردم حموم و انقدر زدمشون که علی یاد بگیره جای شیر تو جنگل نخونه، شیردلم به خودش بیاد که ناسلامتی شیری تو پسر، این لوس بازی ها چیه؟
اگه واقعا این کارو کرده بودم و اونا اون تو بودن، به محض ورود به حموم این من بودم که باید از ترس به جنگل فرار میکردم. این شد که بیخیال حموم شدم. رفتم سراغ دستشویی که یه آبی به صورتم بزنم که از صدای هواکش فهمیدم چراغش روشنه. از در فاصله گرفتم. گفتم الانه که یه دختر مو قرمز بچه بغل که نیمه برهنه است و داره بچه‌شو شیر میده از دستشویی بیاد بیرون و با لبخند بگه های بیبی و حلقه‌ای که یادگار مادر بزرگم بوده رو که الان تو دستشه رو بهم نشون بده و بگه هانی we got married last night، یعنی عزیزم ما دیشب ازدواج کردیم. ترجیح میدادم برم حموم و یه دایناسور توش باشه تا با این صحنه مواجه بشم. انقدر ترسیده بودم که تا اتاق دویدم و درم پشتم قفل کردم. رفتم زیر پتو، خودم رو بغل کردم و پتو رو کشیدم رو سرم و تلاش میکردم بخوابم که تلفنم زنگ خورد. از زیر پتو اومدم بیرون، دیدم گوشیم رو میز کنار تخت زیر آباژوره. صادق بود. گفتم چه خوب، الان ازش میپرسم دیشب چه خبر بوده. چون صادق نزدیکترین رفیقم بود و از بچگی با هم بزرگ شده بودیم. هر جا می رفتیم و هر کاری که می کردیم یا با هم بودیم یا از هم خبر داشتیم. جواب دادم. بدون اینکه سلام کنه بلند گفت تولدت مبارک. گفتم دیروز تولدم بود. گفت مگه هفتم نیستی؟ گفتم آره، ولی که دیدم لباسام تنمه. گفتم یه لحظه گوشی. در اتاق باز کردم و از لای در بیرون رو نگاه کردم. همه چی مرتب و منظم بود. به تاریخ و ساعت گوشیم نگاه کردم. ساعت 12:30 26 فوریه بود. رفتم از روی تقویم ایرانی روی میز، دیدم 26 فوریه برابر با 7 اسفند. به صادق گفتم آره از خواب بیدار شدم، گیجم. گفت کمتر بخواب بابا، لنگ زوره. حالا که تولدته یه مشروب نخوریم؟ سری گفتم نه مشروب نه، ولی عصر بریم یه کافه‌ای جای یه قهوه بخوریم. گفت باشه، پس غروب میام دنبالت. یه نفس راحت کشیدم که آخه همش خواب بوده. دوباره دراز کشیدم، ولی سرم داشت از درد منفجر میشد. میگرنم گرفته بود و چشم راستم زغزغ میکرد. دستمو گذاشتم رو چشام و فشار دادم که هم نور ازتم نکنه هم سرم آروم بگیره. یکم که گذشت دیدم نه نمیشه، باید پاشم یه قرص بخورم. چشامو که باز کردم همه جا سیاه بود. هیچی نمیدیدم. هرچی چشامو بازتر میکردم همه جا سیاهتر میشد. 2-3 بار چشامو بستم و مالیدم و باز کردم. بازم چیزی نمیدیدم. با هر حرکت احساس میکردم مغزم تو جمجمم تکون میخوره و دردی شدید تا انگشتای پامو میسوزونه. دست انداختم رو میز کنار تخت که گوشیمو پیدا کنم. هرچی دست کشیدم نبود. دستم خورد به کلید آباژور. کلیدو زدم و روشن شد. شب شده بود. سرم انقدر درد میکرد که اصلا مهم نبود چقدر خوابیدم و شب و روز برام فرق نمیکرد. به زور خودم رو از اتاق کشیدم بیرون و چراغا رو روشن کردم. خونه دوباره مثل یخچال شده بود. پنجره آشپزخونه کامل باز بود. باد سرد و تندی داشت پرده رو پاره میکرد. به ساعت نگاه کردم. 3 شب بود. خواستم برم پنجره رو ببندم که پام گرفت به یه چیز سرد و خیس. نگاه کردم دیدم حولمه. برش داشتم. دیدم رو اوپن یه دسته اسکناس 10 و کنارشم یه سویچ ساده مربعی مشکیه. تو این فکر بودم که من که اصلا ماشین ندارم و پول نقدم که نگه نمیدارم که سمت راست سرم چنان تیر کشید که خم شدم و سرم رو با دستام گرفتم. دستم با مایع گرم و پارچه نرمی برخورد کرد. برگشتم رو به آینه که دیدم سرم بامپیچی شده و خون از پشت گوش راستم تا روی گردنم پایین اومده و دلمه کرد و چشام کاسه خونه. نکنه دیشب که داشتم دوش میگرفتم یه پیرمرد وانتی اومده و بهم تجاوز کرده. میخواستم از پنجره بیرون نگاه کنم ببینم واقعا وانتش جا گذاشته یا نه،
اما باد لای تور سفید میپیچید و سرگیجه‌مو بیشتر میکرد. از ترس نه تنها نزدیک پنجره نشدم که جرئت نکردم حتی به ما تحتم نگاه کنم که مبادا بام پیچی شده باشه. چاره ای نداشتم که تا صبح صبر کنم و این سردرد لعنتی یکم بهتر بشه تا بتونم خوب فکر کنم. حوله رو برداشتم و خون رو گردنم و پاک کردم. خودم رو کشوندم تو اتاق. رفتم زیر پتو و گوله شدم و سرم رو با 2 دست فشار دادم. مدام با خودم تکرار میکردم که یادت باشه با پول ماکارونی نخری درست کنی یا اصلا هر چیز دیگه، چون اگه زیر دهنت مزه کنه احتمالاً مسیر کسب درآمد تغییر میکنه. تو همین فکرها بودم که یادم افتاد اصلا بلند شده بودم قرص بخورم. میدونستم با این وضعیت باید 1-2 ساعت به خودم بپیچم و آخرشم خوابم نبره. فقط خواب بود که میتونست گذر زمانو سریع کنه. پس با هر جون کندنی بود، با فوش دادن به زمین و زمان، سعی کردم از زیر پتو بیام بیرون. تو همون چند دقیقه انقدر عرق کرده بودم که لباسام و پتو و تشک خیس عرق و سنگین شده بود. پتو رو که زدم کنار، باد سردی دوید زیر پوستم و لرزم گرفت. چشامو که باز کردم دیدم هوا گرگ و میشه. اما صدای گنجشکا نمی اومد. شعاع نور خورشید نارنجی بود و از غرب به اتاق تابیده بود. این همه وقت خوابیده بودم؟ جالب این که سرم دیگه درد نمی کرد. دست کشیدم رو سرم. هیچ باندی دور سرم نبود. به تخت نگاه کردم که ببینم تو خواب باند از سرم جدا نشده باشه. هیچی رو تخت نبود. از اتاق اومدم بیرون، دیدم ساعت 5:30. رفتم جلوی آینه. هیچ جای زخم و شکستگی رو سر و بدنم نبود. از پنجره آشپزخونه بیرون رو نگاه کردم. دم غروب بود و خیابون شلوغ. روپن رو نگاه کردم. هیچ اثری از پول و سویچ و حوله نبود. تازه یادم افتاد که صادق ظهر زنگ زده بود، گفته بود غروب میام دنبال تو، امروز روز تولدمه. احتمالاً 1 ساعت دیگه برسه. با اینکه کل روز خوابیده بودم ولی انقدر احساس کوفتگی و خستگی میکردم و بدنم نوچ عرق بود که سنگین بودم. باید میخوابیدم اما میترسیدم بخوابم. از طرفی هم خیالم راحت شده بود که از تجاوز و دعوای ناموسی خبری نیست و شهاب قرار نیست بره بزنه زیر گوشه پیرمرد پیزوری هوسباز و اونو جلوی خانواده‌اش خار و خفیف کنه. حالا فقط باید یه دوش میگرفتم و لباسامو که بوی تند عرق گرفته بود عوض میکردم و مراقب میبودم خوابم نبره تا صادق برسه. در ورودی قفل کردم که وقتی تو حمومم کسی نیاد تو. حولمو که تا شده و خوش بود از کمد برداشتم و رفتم حموم. خوشبختانه هیچ حیوانی تو حموم نبود و کف حمومم خشک بود. رفتم زیر دوش آب گرم و با اینکه میدونستم بعد از همون بیشتر خوابم میگیره، اما چشامو بستم و دستامو اهرم دیوار کردم. گذاشتم آب کارشو بکنه و همه خستگی اون روز سخت و بشوره و ببره. صدای آب و گرما و نوازشش روی پوستم از یک طرف، خستگی و کوفتگی اون روز سخت از طرف دیگه منو در حالتی بین خواب و بیداری قرار داده بود. انقدر خوابایی که دیده بودم واقعی بود که مثل یه خاطره نزدیک از ذهنم عبور میکرد. اگه خواب نبوده باشم چی؟ اگه الان تو خواب باشم؟ نکنه دیکاپریو منو خواب کرده که بیزینس بابامو توسط من منحل کنه. اما بابام که هنوز زنده است. شاید بابام مرده و الان تو خوابمه که هنوز زنده است. اگه خواب باشم نباید شروعش یادم بیاد. نه نمیاد. آخرین چیزی که یادمه تماس صادقه. نکنه رفیق لئوناردو خودشو جای صادق جا زده که گولم بزنه. اما من که بابام اصلا بیزینس نداره. شاید من تو خواب یکی دیگه هم که بیزینس اونو منحل کنم. باید خودمو بکشم. آره، اگه خودمو بکشم از خواب بیدار میشم. اما اگه تو لایه های عمیق تری باشم چی؟ اون وقت تا ابد تو خواب میمونم و دیکاپریو هم معلوم نیست بیاد دنبالم. نه اون مجبوره بیاد. اگه نیاد نمیتونه بچه هاشو ببینه و به جرم کشتن زنش میفته زندان. آره، باید خودمو بکشم. این تنها راهیه که میتونم از این کابوس راحت بشم. با سر محکم میزنم به آینه و میافتم کف حموم. آینه تیکه تیکه میشه و میریزه زمین.
سرم گیج میره و میسوزه. دوش باز و آب سرد شده. از رنگ آب میفهمم سرم شکسته. تیکه ای از آینه شکسته رو بر میدارم و میذارم رو مچم. چشامو میبندم و لبه تیزش رو روی رگم احساس میکنم. صدای خواهش لئوناردو تو گوشم میپیچه که نه، خودتو نکش، خواب نیستی. تیکه آینه رو پرت میکنم یه گوشه و فکر میکنم کاش حداقل یه توتم داشتم که میفهمیدم خوابم یا بیدار. یه تاسی، فرفره‌ای، چیزی. همه جای حمومو با دست چک کردم که ببینم آیا با واقعیت تداخل داره یا نه. ولی نمیتونستم مطمئن بشم، چون اونجا هیچ وقت برام انقدر مهم نبوده که بخوام تمام جزئیاتشو با ابعاد و وزن و جنس دقیق به خاطر بسپارم. همینطور که همه چی رو لمس می کردم دستم خورد به سنگ پا. به نظرم همه چیش مثل قبل بود، ولی گفتم تو حموم که فرفره پیدا نمیشه. حالا همینو از سر تیزش میچرخونم رو زمین. اگه به چرخشش ادامه داد یعنی خوابم و باید بشینم دیکاپریو بیاد دنبالم. اما اگه وایساد که یعنی بیدارم. چرخوندمش. هنوز یه دور نزده وایساد. دوباره محکمتر چرخوندم. دوباره و چند باره. اصلا به چرخیدن نمی رسید که بخواد وایسه. با اینکه شیء قابل اطمینانی نبود بهش اعتماد کردم و مطمئن شدم که بیدارم. حالا دیگه به جای لئوناردو باید منتظر صادق می شدم که بیاد و نجاتم بده. حولم و پیچیدم دور سرم که خونش بند بیاد. خسته تر و کوفته تر از قبل از حموم اومدم بیرون. هرچی دنبال گوشیم گشتم که ببینم صادق زنگ نزده باشه پیداش نکردم. سرمو چک کردم، بالای پیشونیم یکم باز شده بود. اصلا عمیق نبود. خونشم بند اومده بود. فقط خیلی ورم کرده بود و درد میکرد. یه چسب زخم زدم روش که وقتی میخوام برم بیرون دیده نشه. لباسامو تنم کردم. کفشامو آماده کردم. رفتم رو تخت دراز کشیدم تا صادق زنگ بزنه. نمیخواستم به چیزی فکر کنم. چشامو بستم و نفس عمیق کشیدم. علی از کنسرتش جا مونده و ازم شکایت کرده. شیردل مریض شده و بردنش باغ وحش و غذا نمیخوره. ترانه قهر کرده. طلاق میخواد. هرچی میگم من خودم قربانیم و این شهاب بود که زد زیر گوش پیرمرده باورش نمیشه. حلقه امام بزرگم دور سرم میچرخه. بچه های دیکاپریو بر نمیگردن که ببینمشون و فرفره هنوز داره میچرخه. تلفن زنگ میخوره. جواب میدم. صادقه. میگم الان میام پایین. میگه پایین برای چی؟ زنگ زدم بگم دیشب چه حالی داد. میگم دیشب. میگه گیجیا تولدت دیگه. گوشیو میذارم زمین و به دور و برم نگاه میکنم. لخت و اور وسط پذیرایی افتادم و همه جا به هم ریخته است.
سپاسگزارم که ما رو شنیدید. شما هم از هر نقطه‌ای که صدای منو میشنوید میتونید اینجا حضور داشته باشید و داستانتون رو برامون بخونید. فقط کافیه در تلگرام، واتساپ یا اینستاگرام راویو که لینکشو در توضیحات پادکست قرار میدیم به همون پیام بدید. ممنونم از احسان و حمید که مثل همیشه منو تو ساخت این اپیزود هم همراهی کردن. همین که ما رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید یا نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون رو در قالب مسیج یا کامنت برامون ارسال میکنید بزرگترین حمایت از ماست. من وحید کیلانی هستم و شما به اپیزود 10 از پادکست راویو گوش دادید. امروز چهارشنبه 12 اردیبهشت 403. تا دیرتر به شرط نفس.